یکم ایون روز بین المللی حمایه حقوق کودکان در تمام جهان جشن گرفته می شود. ما تصمیم گرفتیم در این روز میان ساکنان پرسش انجام داده باشیم که سوال ما به آنها چنین است: کودکان چی مشکلی دارند؟ اگر به واقعیت‌های نظام معارف و آموزش و پرورش عموما متوجه شویم، اینجا نیست در برنامه تعلیمی و نقشه ها و اینجورین ناکفایه بودن سطح دانش آموزگاران و استادان نیز مسئله های زیاد وجود دارد و در نتیجه کودک نمیتواند که با استفاده از اصول های کاهش عقل ها و دیگر طرز های نوع تعلیم و تحصیل که اکادمی تحصیلات و دیگر مؤسسه های علمی تحقیقاتی با در نظر داشت تجربه پیشقدم جهان معاصر توصیه می‌دهد ثمره‌ناک مورد عمل قرار گیرند. حاضر می‌بینی مثلا فرزندا را می‌خواهی هم انگلیسی خوانن، هم زبان روسی خوانن، هم زبان آلمانی خوانن، خطایی خوانن، می‌بینی شرایطو وضعی کرده است در خواندن همه کورس‌ها واشدگی کتم платно شدگی پول کشیدگی اونکو های حرکت میکنیم. با فکر من در بعض منطقه های کشور کادر بلند اختصاص نمیرسن برای کودکان را درس دادن یا که درس خوب آموزاندن. باز هستن در بعض منطقه ها هستن که باغچه نمیرسد برای انکشاف همین ذهن کودکان را انکشاف دادن. باز والدان بعضی والدان ها اهمیت نمیتین. همین مشکلی ها هستن. فرزندای به نظارت پدر و مادر میمونن، بعضی ها خیلی میروند در جای این کامپیوتر چه جا میرن بازی میکنن، ای تعلیم تربیت قفا میمونن. بعد میگن برا میروند که برا اونجا و نه پلچین شو خیلی یکون وایشم خیلی یا با کلان میشوند چی میشوند به تربیت کلان میشوند خیلی بعد دست میشوند غارتگر میشوند یکون چیده میروند. پرسش امروزه ما معلوم کرد که کودکان از مشکلی آری نیستند. یکی میگوید مشکلی در تربیت آنها است، دیگری میگوید کودکان از جهت مالی مشکلی دارند. به عقیده شما کودکان